کی گفته که در مرده ششتنت مرده شوی بیار؟ مگر تو در کل عمرت غسل نکردی؟ مگر مادر تو حق نداره که غسلش بتی؟ ای خواهر مسلمان، پدر تو حق نداره ای برادر مسلمان که غسلش بتی؟ همه قدر زحمت کرده، حداقل همه قدر یک بچه نشدیم که ما پدر خود بشوییم؟ میگه غسل یاد نداره. خودت تمام عمر یک دفعه خودت غسل نکردی. غسل مرده با زنده چه فرق داره؟ برادر نه دعا داره نه نیت داره، فقط آب انداختن تو بلد نیستی، وضو خودت در کل عمر نکردی. پس اینا همه رسم و رواج هایی هست که در بین مردم انگشتر همون مرده از وارثینش است، و مال یتیم است و مال وارثین است. مال کسر خوردن، حدیث 255 مشکات صفیش تب نور محمد، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: الا لا یحل مال امرئ مسلم، حلال نیست مال یک مسلم